بسم الله الرحمن الرحیم. محفل پند و نصیحت های کار باشد ترک میکنه و میوید مقصد میگرد این غنیمت های خوش به حال شما ها هم برادرها که در این گونه محفل ها اشتراک میکنید. عزیزای خدا میگم به دل از ذکر گفتن پر شود نور، شود هر ظلمت از قلب حق، از قلب انسان دور گفتگی، یعنی هرگاهی که انسان گوش میکند دلش پر ای نور میشود. ببینید و هر ظلمتی که در قلب ها هست، هر نافهمی ها و بدبختی هایی که در دل ما هست، با طفیل این نشسته و گوش کردن اونها از بین رفتن میگیرن. میایم سر یک حدیث برادران عزیز. حدیث راویش حضرت امام ابو هریره هست. امام ابو هریره میگوید که از پیغمبر خدا شنیدم که بادروا بالاعمال سبعا. بسیار یک اشاره زیبا های برادران. پیغمبر ما فرموده بود است که پایبند عمل صالح شوین پیش از آنی که 7 چیز اگر دامن شما را گیرد دیگر شما عمل صالح کردن میتونید. از آن جمله برادران عزیز همین محفلی که ما حضور داریم همین هم عبارت از عمل صالح است. نماز میخوانیم عمل صالح است، مسجد میرویم عمل صالح است، مسجد میسازیم عمل صالح است، مسجد میسازیم عمل صالح است. ببینید یعنی هر کاری، حج میرین، روزه میدارین، زکات میتین، هر یک بیمار خبرگیری میرین، در جنازه یک اشتراک میکنین، همه عمل صالح. پیامبر ما گفتن پایبند عمل صالح باشین، زیرا 7 چیز بر بالاتون میاد که دیگر عمل صالح کردن نمیتونید. یعنی عمل صالح برادران عزیز این عملهایی را که من گفتم ما را آبرو و عزت ما پیش خدا از حساب یمینا است. آدمی که عمل صالح نداشته باشد وای در نزد شریعت و نزد الله وای آبرو ندارد، قیمت و قدر ندارد. این عزیز خدا میگه بهترین لحظه عمر شما با شما دارد. و حتی حضرت در دوام این ایجادیات خودش میگفت هرگز حسد نبرده و حسرت نخورده ام. هرگز حسد نبرده و حسرت نخورده ام جز بر دو روی یاری موافق که در هم است. آنها که در بهار به صحرا نمی روند، بوی خوش ربیع برایشان محرم است. برادر عزیز میفرماید که شیخ سعدی که من در دنیا همین دو چیزی بسیار بد بود، همین دو چیزی بد بسیار من دور گرفتم. یکی حسد بردن، یکی حسرت خوردن. حسد بردن و حسرت خوردن شیخ سعدی گفت من تماما در حیات خودم راه ندادم، مگر میگه در یک حالت هم حسد بردم و هم حسرت بردم. این کدام حالت های برادران؟ هرگز حسد نبرده و حسرت نخورده ام جز بر دو روی یاری موافق که در هم است. ببین همون زمان من حسد بردم و حسرت خوردم که وقتی در یک محفل پند نصیحت شد من اشتراک نکردم. وقتی من از همون محفل محروم ماندم، یگان علت سبب پیدا شد و من اشتراک نکردم، برای اون محفل حسرت خوردم. ببین حسرت به معنای یک پشیمانی که چرا من در همون محفل حضور نداشتم. حسد بردم بر همون آدمایی که اشتراک کردن، بر اونها حسد بردم که اینها از ثواب آن محفل برخوردار شدن و لیکن به من چیزی نرسید. چی برادر عزیز حسرت زیبا و چی حسد زیبا. ای کاش اگر ما همین خیل حسد بریم که چرا مقصد در فلان جای پند نصیحت شد، من مقصد به سببهای یگان کارهای مثال نه چندان ضروره من از همون محفل دور ماندم. گفته اگر اینجا من حسد برم و حسرت برم، خدا خواه این نشانه ایمانداری ما.
این نشانه برادرای عزیز اخلاص و محبت ما به دین خدا است. ما همین قدر سفرهایی که ولی داشتیم، خدای مهربان اگر قوت یاد جایی که دعوتیم اگر اشتراک کنیم، مردم هم میبینید در مردم به خدای مهربان قسم رنگی که چقدر آدم گرسنه میشود برای خوراک، همین قدر ذوق داره، همین قدر گرسنه این مقصد شنیدن سخن خدا و پیغمبر است. ما بسیار خدا را سپاسگزاریم که مردم تاجیک ما، مردم برادرای مسلمان ما چقدر در گوش کردن و چقدر در نصیحت ها را اهمیت دادن، ذوق داره و شوق داره. این هم یک نشانه برادرای عزیز خدادادی ما و شما هست که الله مهربان این توفیق برای ما و شما داده است. زنده ها حرکت کنین، محفل هایی که اگر خیر خدا داناست اگر شما دریاب میکنین نمیکنین، ولی امروز همون محفل ها را شما میتونین از همین طریق های اینترنتی هر یک پند نصیحت هایی که برای آبادی دنیا تونه، برای آبادی آخرت تونه، برادرای عزیز از او استفاده برید. ولی میگه آنچه عیان است حاجت به بیان نیست. مقصد چی؟ مقصد میبینی یک ارتیست یک نغمه کدگی در توی 1 میلیون پرسموتر دارد. موعظه را نگاه میکنی 10,000 12,000 20,000 50,000 مثال میلیون یک ارتیستی که 1000 یک نمود نغمه و دیوانگی و سرود او یگان منفعتی برای کسی نیست، مردم در او توجه دارند. ولی آنچه که برای منفعتی هم دنیا و هم آخرت شاید از او گذر میکنه، مقصد اهمیت آن نمیده. از این لحاظ برادرای عزیز هر چیزی را که چشم میبینه شما فراموش نکنید. قرآن میگه این السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. خدای مهربان میگه وقتی که من برای شما چشم دادم، من برای شما گوش دادم، من برای شما عقل دادم، یقین دانید که هر کدام این بالای تو مسئولیت دارن. هر کدام اینا مسئولن. هر کدام اینا روز قیامت برادرای عزیز خدای مهربان از هر یک عضو ما میپرسه. این چشمای خطی که شما این به ترتیبی را که در تلفن ها تماشا میکنین، تو فکر میکنی دنیا بی صاحبه؟ تیرا ای چشم مثال رفیقت، ای چشم فرزندت پنهان میکنی. خدا میگه علم یعلم بان الله یرا. تو نمیدانی که من تو را نظارت دارم. تو شرم نمیکنی که من تو را نگاه دارم. و حدیث پیامبر داره میگه که 3 چشم روز قیامت از عذاب خدا خالی‌اند. یک چشمی که حرام اصلا نگاه نمیکنه. زین لحاظ برادران عزیز و گرامی، پند نصیحت ها اگر در اینجا یافتن این خیل محفل ها مشکل باشد، امروز دسترس کردنش از همین رسانه ها می شود که آدمی که از اینها برادرای عزیز استفاده برد. میام سر حدیثی که من برای شما گفتم برای شما میخوانم، بعدا انشاءالله دعا میکنن حضرت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن در جسم هر یک ما و شما 4 چیز قیمت بها بوده است. 4 جواهر فی جسم بنی آدم یزیلها 4 اشیاء. 4 چیز بسیار قیمت داشته اید، لیکن صد افسوس که 4 چیز رزیل را در خودمان راه میتیم که این 4 چیز خوردن نابود میکنه. یعنی از یکی از چیزهای بسیار قیمتی ما ببینید در ما هست، ولی یک خصلت‌های بسیار رذیله را وقتی که خودمون قبول میکنیم، این جوهرهای ما را، این گوهرهای ما را از ما میگیرد. مثل پیامبر ما گفت فالعقل و دین و الحیا و العمل الصالح. 4 چیزی است که در تو هست، ولی تو بشناس اینها را که بسیار چیز قیمت هست. پیامبر گفتن یکم عقل. عقل برادر عزیز بسیار میگه چیز قیمت است. دوم دین، دینی که ما و شما داریم. سوم حیا، شرم. 4م عمل صالح. این 4 چیزی است که حضرت گفتن بسیار مال قیمت هست.
بسیار نعمت نایافتند، بسیار نعمت ارزندند که الله مهربان نصیب شما کرده است. ولی برادرای عزیز، 4 چیزی هست که با اینها را نابود میکند. حضرت اینهاشان بیان کردند، گفتند فالغضب یزیل العقل. همین عقلی که برادرای عزیز خدا به ما تو داده است که ما با عقل خدا را میشناسیم، همین عقل هست که برادرای عزیز ما اطاعتی از خدا میکنیم، همین عقل هست که ما حرام از حلال جدا میکنیم. انا همین را میگه وقتی که تو در خودت غضب راه دادی، تو این عقل از خودت بردی. یعنی جای غضب جای عقل میگیره. ولی در سوره ملک، سوره تبارک میگیم آیت 10 را اگر نگاه کنین، خداوند چی میگه؟ میگه قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. خداوند ابی میگه همین آدمایی که جهنم میبرن، دوزخ تا میپرتاینشون، ناواسه او منصب دارای، او پول دارای، او مثال با سر سیکه بود، چیزی بود. میگه که وقتی در دوزخ میپرتاینشون، همه چی میگن؟ میگه اگر در دنیا ما گوش میکردیم، یک دویم عقل میداشتیم، امروز جهنم نمیرفتیم، دوزخ نمیرفتیم. یعنی یکی از سببهای آمدن عذاب خدا را چشیدن این است که ما عقل نداشتیم. انا همون عقلی که برادر عزیز اینقدر عزت داره، شرف داره، میگه غضب او را از بین میبره. دیده که در سر غضب شما دادن به عقل نیست. اگر در حالت غضب نباشه ممکن تو را تعریف کنن بسیار بچه دورنده شای، بیاد بچه خوبه، بسیار بچه با عقل، بچه با کلای. یکی وقتی غضب در خودت راه میدی، ای تو در آدمی به عقل، ای تو در مقصد آدمی بگیم خیلی وقت بدسریش، بدخوی، بدفعل از تو دیگر نیست. برای که غضب عقل گرفت، کنترل تو را غضب در دست گرفت است. ما پیامبر حدیث داریم لیس الشدید بسرعه انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب. پیامبر میگه اگر چه یک آدم 20 مدال داره، همین خیل مدال تمام چمپیونات را همه را مقصد خود کردگی است، از تمام میجا آبروش بلندترین، میگه این میگه پهلوانی نمیگه. ببینید اگر چی صاحب 10 مدال طلا هم که باشد، میگه لیس شدید و بسرعه، ما او را پهلوان گفتن نمیتونیم. پهلوان کی را میگیم؟ الذی یملک نفسه عند الغضب، آدمی که وقتی حالت غضب است غضب‌آلود نمیشود. ببین والکاظمین الغیظ، غضب خشمش فرو میبره، میخره نابودش میکنه، غضبناک نمیشه. پیامبر گفت این آدم پهلوان است، این آدم با غیرت است، این آدم جسور است، این آدم عاقل است. زبان را در غضب نیکو نگه دار، زبان نزد غضب ها می شود مار. غضب ناگه دلی رنجیده ای را کند محزون و مجروح بنده ای را. غضب در حالت غضب در زبان ها رنگی مار می شود. دیگه برادر تای، اویله تای، اکه تای، آتا تای، دیگه این جدا کردن نمیتونش. یکم برادر عزیز بین نعمت عقلی که خدا پیامبر گفت بهترین چیزی که خدا به تو داده است، غضب ای بین میبرش. دو دین گفت والحسد یزیل الدین. حسد برادر عزیز دین تنابود میکنه. اینا شما دین دارین، هر یک کسی را ما رو میپسند میگیم الحمدلله ما در دین اسلام، ما مسلمانیم. لیکن وقتی تو حسد پیدا میکنی، بخل پیدا میکنی، انما حسد تو دین تو را میخوره نابود میکنه. بین ایروی حسد در حق یکدیگر چی کارا میکنیم؟ حسد برادرای عزیز که ما یکدیگر را تحقیر میکنیم، حسد که در حق یکدیگر
مقصد توهین میکنیم، حسد که دیگر را میبریم میفروشیم. ببینید بالا یک برادر مسلمان میرای خبرکشی میکنی چی خصلت‌های زشت رذیله امروز در مسلمان ما جای گرفته گیره. حسد همین حسد که تو را به همون جا برده رسانی، ولی دین تا میخره نابود میکنه.